سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان. البته یک برادری ما از خود ترکیه برای ما انا میبینیم که انا این مکاسینکا این بهترین هزار رحمت. این برادر مونده بیزنس اونیورسال. این همجا رقماشو نمیمونم. اگه اونیورسال کشید خودتون فهمیدیم برادر چی معنی را داره. مقصد همه نمود تجارت ها برای ما و شما میکنم. چرا آنلاین هم بگین زکات میکنین، ویدیو میکنین، همه چرا نشونتون میده، شما زکات میکنین، تمام دنیا روی میکنه، چی تاجیکستان، چی مسکو، چی خیتای که جایی که بگین و شما را روی میکنن. این هزار احمد ما قبول کردیم. بیزنس اونیورسال سربلند باشید برادرم. و اینجا دیگه این لباسو که در تن میبینید هم روی کرده با اینجا دیگه فوتبال ها هزار احمد میگیم که برادر محمود روی کرده. اینا برادرای عزیز هزار احمد سربلند باشید. این رقمشون شما میتونید که زنگ بزنین برادرها برای شما هم روی کنن. همه نمود چیزی که شما در لباسا مقصد که یکم زواد چه میگین، یکم تجارت کردن چیزی میگین، مرحمت نیم رقمو در زنگ بزنین. اینستاگرام و یوتیوب و همه سایت های اجتماعیش فعال، در تلگرام و در همه جا هستن فعالن. هزار احمد میگیم و با برادرها یک چیده راستیگه گیریون هم شیدم باورم کنین چیده بگین. خدا را شکر میگیم که این همه زیاده نکم. این همجا 20 نمود پوپشی دارم. 20 نمود مقصد کراسوفکی و توفلی و همه نمودش در همینجا. شکر خدا است. هزاران بار شکر به عدد شکر میگیم که ما با این روزا رسیدیم. تاجیکستانی ما با این روزا رسید. باور کنیم باید ما شکر گزار باشیم. با خدایی که مرا هست کرده در طور سرمای قسم میخورم پوپشمانم که در دست میگرفتم که نه درن گفته بالای سنگ 3 کیلومتر مکتب میرفتم. 3 کیلومتر پوپشم در دستم، سمکم در دستم. خود جلدره گفتن اینجا با دههای سانتودارا می اومدم قریبی مکتب دا میرسیدم. پوپشمو میشوشتم و میشپوندم، پوپشمو میپوشیدم، مکتب میرفتم. باور کنین در قشلاق که مایل قشلاق دا مقصد چیکار کردیم که جا شما پویلی چم رفتین میگم در همین اینستیتوت. خب باور کنین خونه یک طرف به یک عذاب میافتین. یعنی امسال 2001 یک پوپشی رو به یک عذاب میافتیم که پوشمو اینستیتوت بیاین. هزاران بار به عدد تکرار به تکرار میگیم به عدد شکر که امروز تاجیکستانی ما اینقدر یار و رفیقای ما اینقدر برادرای ما همین ما کجای میریم البته دارن که مودا میتن، البته دارن که مودا روی میکنن. این شکرانه این به حد شکرانه کنیم که به این روزا ما رسیدیم. انشالله که زندگی دوام داره، در آینده دوام میکنیم که بازم تاجیکستانی ما پیشرفته دنیا باشد. چطور که ورزشگرامون در روی دنیا یکم رفته ایستادن انشاءالله. مقصد صنعتکارامون بینید که صنعتکارای ما صنعتکارای بد نداریم. خوب باور کنید خونه حجم نگارایی که میبینین شما فخر کنین که این حجم نگارایی که این رنگ ما و دیگه‌اش میبینین فخر کنین که نه ایران داره، نه افغانستان داره، نه ازبکستان و نه دیگه‌اش. ما به حد با قرب بلندیم. ما ملتمون با قرب بلنده. ما یکی از تاجدارایم. باور کنید مرا ملت ما خلق ما همین تاجداریم. اولش خدا آخرش خدا هم که تاجدار میریم. تاجیکستان با پیش سربلند و خانواد باشید. در کجای باشه نباشه خداوند یارو مددگارتون. فقط شکرانه کنین.